سلام به همه عزیزان، به مجله طلا و جواهر زرینو خیلی خوش اومدید. در این ویدیو تصمیم داریم شما رو با یکی از معروفترین طراحان طلا و جواهر دنیا آشنا کنیم، یعنی خانم فرانسسکا آمفیتئاتروف. خانم آمفیتئاتروف طراح برجسته جواهر در ژاپن متولد شدند و در انگلستان تحصیل کردند و مدرک کارشناسی ارشدشون رو از رویال کالج هنر لندن دریافت کردند. ایشان سپس زیر نظر جیووانی کوروایا جواهرساز ایتالیایی موفق به ساخت آلیاژهای منحصر به فردی مانند طلای آبی یا طلای ارتجاعی شدند. خانم آمفیتئاتروف در ابتدای مسیر شغلیشون ابتدا به عنوان مشاور طراحی جواهرات و اکسسوری با برندهای نظیر فندی و مارنی از ایتالیا کار کردند و سپس با برند شنل همکاری داشتند. ایشان برای شنل تمامی یراق آلات کیف‌ها، کفش‌ها و کمربندهای شنل رو طراحی کردند. اما سکوی پرش زندگی هنری ایشون زمانی بود که در سال 2014 به عنوان اولین مدیر طراحی زن در تاریخ تیفانی منصوب شدند و در این برند مشهور آمریکایی مشغول به کار شدند. از نظر ایشون طراحی فقط یک کار فنی نیست، بلکه یک مسیر خلاقانه و ذهنی است. کالکشن معروف تیفانیتی اولین اثر ایشون برای این برند بود که این کالکشن به سرعت در جهان شناخته و تحسین شد. این کلکسیون بسیار ساده و خالص است و به همین دلیل کاملا در دسترس و قابل استفاده است و با خطوط هندسی و مینیمال بسیار زیبا طراحی شده است. از نظر خانم آمفیتئاتروف این کالکشن جواهراتی هستند که شما دلتون میخواد اونها رو لمس کنید، حس کنید و با آنها بازی کنید. طراحی جواهرات ترکیبی از هنر و مهندسی دقیق است. سادگی اغلب هدف نهایی است و رسیدن به یک طرح ساده که در عین حال لوکس و جذاب هم باشد دشوارترین بخش کار یک طراح جواهر است. با هم ویدئویی از ایشون رو میبینیم. In my design process, I tend to have a concept and then dream. The energy that's inside Tiffany is completely derived from New York. New York City does not conform. The Tiffany woman has a spring in her step. She makes her own rules. She also doesn't conform. Tiffany tea as a collection is very clean and pure, and therefore it's extremely approachable. This is jewelry that you would want to touch and feel and play with. You have these delicate pieces mixed together with these big sculptural pieces. It's really adaptable. It's nice to wear different scale, different lengths, and therefore you should just layer it. I like to start with a hand drawing. I like to feel that there is a human element and that there is a touch to what is designed. I also trained as a jeweler and a silversmith, so I know the process of making jewelry. I'm very interested in the engineering, in materials, and I like to mix those up. Simplicity is often the ultimate goal. Tiffany tea is as minimal and as rich as the life that we live today. خانم آمفیتئاتروف نیامده بود تا فقط جواهرات ساده بسازد. او میخواست با سنگ‌های قیمتی جواهراتی شگفت انگیز به دنیا عرضه کند. به همین خاطر وقتی در سال 2018 به لویی ویتون برند پرآوازه فرانسوی پا گذاشت، همه می‌دانستند عصری جدید در حال آغاز شدن است. ایشان در سال 2024 بزرگترین و باشکوه‌ترین مجموعه جواهرات عمرش را رونمایی کرد. مجموعه‌ای به نام دست‌های بیدار، ذهن‌های بیدار. این مجموعه شامل 220 قطعه است و بزرگترین مجموعه او برای این برند تا به امروز محسوب می شود. اما شاهکار این مجموعه اثر قلب پاریس است، اثری که از برج ایفل الهام گرفته شده و شکوه این برج را با طلا و جواهر به تصویر می کشد. ایشان در سال 2025 پس از 7 سال همکاری درخشان از لویی ویتون خداحافظی کردند. ایشون در مصاحبه اعلام کردند که به میراثی که در این 7 سال به جا گذاشتند افتخار می‌کنند و قصد دارند که بر روی پروژه‌های جدید خود متمرکز باشند. خانم فرانسسکا آمفیتئاتروف در سال 2025 به عنوان طراح سال
در جوایز هارپرز بازار برگزیده شدند و اولین طراح جواهری بودند که این افتخار رو کسب کردند. ممنون از اینکه از مجله خودتون، مجله طلا و جواهر حمایت میکنید.